روشی بود. ابو سفیان آمد برای یک مقدار می دادم خورد، بعد گفت یک رستی یک زن فاحشم برای پیدا کن. گفت من رفتم به سراغ سمیه مادری زیاد، گفتم قضیه این چیه؟ گفت خیلی خوب شوهر مذکور بیا و گوسفند و بوز اینا بیار، اینا جابجا کن باز نامیه. شب که شد امین دو دامنکشان آمد تا صبح در بستر ابو سفیان بود. بعد زیاد بدون از اینکه درش تاثیر بکنه گفت من که خبر ندارم، به معاویه نشون مردم زیاد شد برادر معاویه. با دین بازی کردن یعنی چی؟ مگر پیامبر خدا نگفته که الولد للفراش و للعاهر الحجر؟ ولد از فراش، از شوی شرعی. اگر ای زیاد از ابو سفیان خود زنا داده، اولاد زنا باید سنگسار شود. ولی العاهر، ولی او سنگسار که نش خیلی که افتخار پیدا کرد که من برادر معاویه شدم، فرزند ابو سفیان. کسی که از شجره ملعونه نباشد، از ریشه شجره ملعونه تغذیه نکرده باشد، این چنین فساد در دین را به وجود نمی‌آورد. و واقعا امام حسین نور بود، نور. ما دیروز هم عرض کردیم که در بعض روایات آمده که سوره فجر را بخوانید که سوره امام حسین، همچنانی که فجر پس از یک تاریکی فراگیر طلوع می‌کند، جهان را روشن می‌کند، امام حسین علیه السلام بعد از آنی که جهان اسلام را تاریکی فسق، گناه، جرم، جنایت و صدها عمل نابکارانه فرا گرفته بود، او طلوع کرد و جهان اسلام رو روشن کرد. وقتی که میخواست از مدینه حرکت کنه، کسی که سالها در مدینه در کنار حرم جدش مانده، با مردم انس داره، مردم او رو دوست داره و خیلی مشکل جدا شدن از خانواده، از برادر، از مردمی که همیشه با انس داشته، از قبر پدر و مادر و برادر و دوستان. حالا بالاخره از جمله کسانی که امام حسین با او ودا میکند در اون شبهای آخر، جدهش ام سلمه است. ام سلمه همسر رسول الله، یکی از زنهای بسیار نیکوکار است که پیامبر بهشت رو برای او تضمین کرده و اولاد زهرا رو بسیار دوست داشت. آمد با او گفت که من میروم، این بچه ها و خانه کارها مربوط به تو. گفت که آخر میروی، خب ما چی میدانیم؟ چرا میروی؟ گفت که جد پیامبر خدا گفته که تقدیر خدا برای اینه که تو باید در کربلا شهید شوی و من میروم. گفت آخر وقتی که قضیه اینه، ما از کجا بدانیم که تو کی به شهادت رسیده که ما باید عزاداری کنیم؟ در کبریت احمر می‌نویسه که امام حسین همین تو دست خود دراز کرد، حال یک قبضه خاک رو برداشت، تحویل ام سلمه کرد. گفت این خاک رو نگه دار، هر زمان دیدی این خاک مبدل به خون شده، بدون که من به شهادت رسیدم. ام سلمه میگه که خاک در میان یک شیشه نگه می‌داشتم، شب روز به اون می‌نگریستم. اما یک شب عاشورا، شبی که فردایش امام حسین به شهادت رسید، میگه رسول خدا رو در خواب دیدم که سر و صورتش غبار آلوده، متأثر، غمگین، دستهای خود تا مرفق بالا زده. عرض کردم یا رسول الله چرا متأثری، چرا غمگینی، چرا این تو وضعت به هم خورده؟ پیامبر فرمود حسین مرا کشتن و بدون غسل کفن گذاشتن، من اینک از دفن او، از کندن قبر او فارغ شدم. شاید آخرین وداعی که حضرت سید الشهدا دارد، میگویند که او دختری داشت به نام فاطمه
معروف است به فاطمه صغرا و او در آن زمان شدیداً مریضه، بیمار. امام آمد در خانه دخترش، دید که دختر از شدت بیماری همینطور از هوش رفته. آمد سر دختر بالای دامن گذاشت و اشکش ریخت. قطره اشک آقا وقتی که بر صورت دخترش رسید، او به اوش آمد و نگاه کردید بابایش آمده در بالینش اشک میریزد. مریض وقتی ببیند برای از او گریه میکند، او فکر میکند که من میمیرم. عرض میکنه بابا جان من میمیرم که برایم گریه میکنی؟ گفت نه تو نمیمیری، تو خوب میشی، من عازم سفرم. تا شنید پدر عزم سفر دارد، از جای خود برخواست پدر جان من هم با خود ببر، تو مریض دختر جان، تو باید اینجا بمانی. پس مرا به عمم زینب بسپار تا دست از ما نکشد و مرا پرستاری کند. نور چشمم عمه را میبرم، او پرستاری دیوان من، او سرپرستی خانوادهی من است. مرا به عباس عمویم بگذار، او را میبرم، او سپه سالار لشکری من است، او سقای تشنه من است. مرا به علی اکبر برادرم بسپار، علی اکبر را میبرم. پس مرا به کی میسپاری؟ تو را به جدت ام سلمه میسپارم. اگر از اون مردم نیکی دیدم، من برادرت علی اکبر را میفرستم تا تو را هم بیاورد به عراق. امام رفت. این دختر همه روزه همین خزان میرود خود در سر راه کوفه میرساند چشم برای کوفه. آی علی اکبر برادرم، تو که بی‌وفا نبودی؟ پدری بزرگ بر تو مگر وعده نداده بودی که من برادرت علی اکبر را میفرستم؟ کجای علی اکبر؟ همینطور همه روزه میرسد راه کوفه، حسین میگه، اکبر میگه. یک زمان صدای شنید بشیر بن جزلم آمده بالای روضه رسول الله صدا میزند یا اهل یثرب لا مقام لکم. اهل یثرب دیگه برای چی میمانید؟ حسین رو کشتن، پیکرش را آوشته به خون کردن. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. نسألك اللهم ونادعوك باسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم للحسين المظلوم يا الله يا الله. يا حميد بحق محمد، ويا غالي بحق علي، ويا فاطر بحق فاطمة، ويا محسن بحق الحسن، ويا قديم بالإحسان بحق الحسين. پروردگارا این قلیل توسل و عزاداری را از ما به کرامت قبول بگردان. دستهای پرگناه ما به دربارت بلند شده است، ناامید برمگردان. اموات مؤمنین، اموات حاضرین را غریق دریای رحمت خویش بگردان. مسافرین الاسلام، مسافرین حاضرین را صحیحا و سالما به بازماندگانشان برسان. بیماران مؤمنین، بیماران حاضرین را شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار هر آنچه خیر و خوبی است برای ما نصیب، هر آنچه شر و بدی است از ما دست و دور بگردان. پروردگار اسلام مسلمین را نصرت عنایت بفرما. دشمنان اسلام مسلمین خصوصا اسرائیل غاصب را نابود ریشه‌کن بگردان. پروردگار علمای اعلام، فقهای اسلام، مروجین دین، خصوصا حضرت آیت الله العظمی محقق کابلی و آیت الله خامنه‌ای را در طول عمر و بر عزتش بیفزا. پروردگارا قدم‌هایی که رنجه فرموده اند از پل صراط نلغزان. عواقب همه ما را ختم به خیر بگردان. ما را شفاعت چهار نور مقدس محروم نصیب مگردان. ظهور حضرت حجة ابن الحسن المهدی را بر ما معجل نزدیک بگردان. به نبی و آله به حرمت الفاتحه مع الصلوات.